هرچی چوب میشینی این مردم بیخی نمیفهمم چی بگویی. یک دختر چند وقت پیش آمد گفت که من افغان نیستم، تمام مردم افغانستان در سرش خیست که تو عیف نام افغان که در سر تو باشه، برو تو افغان نباش، روس باش، کافر باش. مگم دوستان عزیز، بلیاز خدا، بلیاز قرآن چی آل است؟ به خدا شرم آدم میه که بگوی افغان هستم، شرم آدم میه. چرا بگوی افغان هستم؟ یک ماه پیش یک افغان رفت تفلکای کودکستانی را به قتل رساند و امروز 3 ساعت پیش باز دوباره یک افغان لچک پدرنالت در داخل منشن 27 نفر زخمی کرد و شامل کودکان میشه. چند نفرم به قتل رساند، کشت. بلیاز خدا کشت و کشتار بس است. اگه کشت و کشتار دوست داره دمو کشورتان باشه، اموجا بکشه. هر کاری که یاد داری، هر لوچکی مردگویی که یاد داری اموجا بکنه. خدا راستی بس از دیگه. واقعا که آدم شرمش میاد که بگوی افغان هستم. شما پدرنالتایی که خوش نداری امی کشور خارجه، برامو پدرتان نالد، بعد پدرم شیر دادم والایتان نالد. نبیاید این ملک مردم، نبیاید آل اولاد مردم جانش تهدید نکنه. خدا او راستی خبر تکان دونده بود. هر چقدره که گفتم برو خیر است، برو خیر است. من خب بازم نمیگم که خیر است. طبعا که اعصاب آدم نارام میشه، طبعا که آدم جگرخون میشه. خدا راستی شمایی که چیزی از دست دادن نداده، کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارن، در ملک مردم نبیاین، آرامش مردم نگرن. هیچ چی وضعیت است این مردم افغانستان گرفته. خود طبعا دیگه افغانی ها را پاسپورت نمیتن، طبعا دیگه که کیس افغانی ها رد میشه، طبعا دیگه که افغانی ها را دیپورت میکنن. حقتان است، حقتان است. او مردم بشرمه، او مردم زار بخوره. تا کیا، تا چه وقته؟ خلقم تنگ شد مردم عزیز، خلقم تنگ شد. دور از خوبایتان، دور از او که واقعا زامت میکشه، دور از او که شیر مادرش خورده. در این کشور 6 تا زامت میکشه. یک زندگی عالی میخواه، یک زندگی خوب میخواه. شمایی که نمیخواه دمو کشورتان بشینه، آل اولاد مردم آرام بانه. دوستان عزیز، با کدام روی برای دی خیابان، دی سرک، با کدام روی بگوی که من افغان هستم؟ من خود دیگه خدا شاید خودم شرمم میاد که بگویم افغان هستم. چه رقم بگویم افغان هستم؟ چی حالا گرفته این مردم بی پدر پدرنالت؟ یک سرک قتل، یک سرک کشتار، کشتار دمی کشور خارج. امی طفلای آلمانی، امی مردم آلمانی به شما چی بدی کده؟ خوبی کده؟ بدی نکده براتان؟ میخیزه میه اینجا قبولی میتیتانه، کار میتیتانه، خانه میتیتانه، زبان یاد میگیره، لیسانس میگیره. اما ایران خوبه شما هیچ چیزی نمیته، جرأت نداره که یک کاری بکنه، مگر باز اینجا که قدر زد میتیتانه می آل اولادشانه میکشه. بشرم زار بخوره. بس است دیگه، بلیاز خدا بس است دیگه. بانه که امو 4 نفری که نو همینجا آمده امو قبولی بگیرن، امو آرام باشه، 1000 زحمت کشیدین، جان خود در خطر پرتافتین، آمدین همینجا دنبال یک زندگی آرام. بلیاز خدا